خوب باشید. یه تمرین دیگه که خیلی مفیده برای گرم کردن دستاتون و همچنین برای گام نوازی. قبل از اینکه بخواید گام نوازی رو یاد بگیرید حتما تمرین 38 کتاب هانون رو انجام بدید. شما رو آماده میکنه برای نواختن گام و همچنین دستاتون رو گرم میکنه برای نواختن آهنگاتون. من الان به شما یاد میدم که چطوری درس 38 کتاب هانون رو بزنید. تمرین 38 کتاب هانون مشابه گام نوازی هست که شما از دو شروع میکنید اما گام های مختلف نیست. نوت ها رو همه نوت ها رو مثل گام دو ماژور میزنیم. یک دو سه، یک دو سه چهار پنج. این مدل چرخش انگشته است. پس شد یک دو سه، میچرخیم یک دو سه چهار پنج، یک دو سه، یک دو سه چهار پنج. حالا توی دست چپمون 5 4 3 2 1 3 2 1 5 4 3 2 1 3 2 1.